سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با هم یک سری سوروایور رو با هم پلی بدیم. همونطور که بهتون گفته بودم از ویدیو شورت ویدیو قبلی تر گفتم یکی بیاد تا سری سوروایور رو با هم دیگه پلی کنیم و آغاز کنیم. همونطور که گفتم من یکی رو از طریق تلگرام یا همونی که بهش از طریق تلگرام پیدا کردم و الان پارت یک سری سوروایور رو باهاش الان گرفتم و بعد از این ویدیو قرار با هم دیگه پخش کنیم. پس بدون معطلی لایک سابسکرایب فراموش برو. خب بازی اینجا آمدم چوبو بزنیم، چوبینا رو بزنیم. من انمی اون بره باید چوبینا رو سریع بزنم تا بیسم و اوکی کنم. البته انمی که قبلا دوستم که باش تلگرام شدن بیسم رو اوکی کردم، بیس آهنیه برای ماست. ولی خب حالا من گفتم چون اومدم تو سرور بخاطر همین گفتم بیسم چیز کنم. خب اینجا بیایم ببینیم کارتابی چیه. کارتابی اینجا دارن 24 ثانیه دیگه ریست میشه. همه جمع شدن حاجی. این کارتابیه رو من بگیرم، ببینم این کارتابیه رو بگیرم چی میشه. یه روش کلیک کنم بهم بده دیگه، یه روش کلیک کنیم بهم بده. حاجی گرفتم کارتابی. وای من اینجا روش پیدا کردم کارتابی گرفتن. الان کجاییم؟ فکر کنم دوستم کارت بنفش حاجی گرفته. بهم که میگه داره کارت بنفش میگیره. حاجی کارت بنفش گرفتی؟ حاجی کارت بنفش گرفته. میگه کارت بنفش گرفتم. من سریع برم تو بیس حاجی. وایسی سریع برم تو بیس. سریع برم تو بیسی که خودم بر رو دید کردم برم سریع داخلش. حاجی من رفتم تو بیس خودم. بس حاجی من نمیرم حاجی. فکر کنم تو رو الان بزنم. طرف اونجا پشت من شاتگانی بوده. جانا کارت بنفش نره اگه بزنم. حاجی زدنت؟ بیا تو در بابا پینگ بده در بازم. واجی زدنت. هیچی نداشت. هم در بازم هیچی نبود. خب چی شده ببینم؟ کارت بنفش الان دستته. من چوبا رو خب بیده قویستن چوبا رو بذارم اینجا این آهنا بپزن. اوکیه ببینم بسه نه اینجا الان میزه کاری من همه چی ردی باید این تیر شاتگانه بسازم. معمولیتم کلان انجام شد. تیر شاتگانه بسازم بهم شاتگان میده. فکر کنم شاتگان گرفتم. حالا بگم از شاتگان نه شاتگان من دیگه. خب ببینم الان من اینجا باک خوردم حاجی. چون رفتم تو کوده ها. وایستا ببینم اینا گیرم کارت بنفش. کارت بنفش گذاشتی اینجا. اینا بعد کارت بنفش اینجاست. اوکیه کارت بنفش برد. پارت 2 حتما میریم کارت بنفش هم لوت میکنیم دیگه. اوکیه حله ردیفه. خب وایستا ببینم اینجا چه خبره. انمیار هم بزنم ببینم میزنه یا نه. اولی شد 46 دمیج 22 دمیج. حاجی نره حاجی زدم حاجی نمیخوره. تیرار جسته نمیشه. نه ضعیفه. نه 35 شد بگم به دوچرخش خورد. این 35 شد به دوچرخش خورد. ایبی نداره. من میرم تو بیس. تو برنشو برو ماسکینا پیدا کن چون ماسک نداریم بریم توی پایگاه کارت بنفشی. نه ماسک نداریم حاجی. خب من اینجا دوچرخمو بگیرم برم یه ذره فارم کنم بیارم بذارم تو خونه اصلا آهن نداریم چون آهن کل خونه رو آهنی کردیم. من برم که یه ذره فارم کنم بیام اگه شد فارم کنم چون اینجا الان خیلی شلوغه به خاطر اینکه شاب قرار بود ریست بشه. اینجا خیلی شلوغ شده. بیام حاجی برم فارم. اینجا هم دراپ افتاده ولی خب ما نمیتونیم بریم الان دراپ بزنیم حاجی. بد شد. وایسا برم این برا فکر کنم یه ذره فارم بتونم زیاد کنم. این حاجی سعی خوب کوره این همه بعد چون چوبا رو که میبینید فارم کردیم الان کوره ها رو هم پر از چیز کردم. الان همه دارم میره البته اینجا هم بذار چوب بذارم بپزه. وایسا اینجا چوب بذارم 1000 تا که دارم. میخوام 1000 تا رو بذارم میذاره چوب بپزه. تو این بذارم چوب بپزه. البته تو این نه حالا نمیدونم. کوره ها رو بذار پر کنیم. اینو البته تو این بذارم حالا 500 تا بشه. این 500 به علاوه 500 رو بذارم
خب اینو میذاریم اینجا، اینم بذاریم اینجا دیگه. حل. البته نه، این 500 تا رو بردارم، اینو 4 تایش کنم بذارم اون تو. حل. روشنش میکنیم. خب برم ببینم اینجا چه خبره. خب لوت ها رو ببینم. حاجی این تبرا رو ببر خورد کن. اینا بگیرم دست رو ساختش. حاجی خیلی تبر داریم حاجی تو چست. این تبرا رو باید ببرم بندازم دور. این چست کوچگاه حاجی هیچ لوتی نداره از لازم.